پر از هتل‌های ترسناکه، ولی بعضیاشون یه چیز دیگن. پشت در و دیوار و موکتاشون یه رازی پنهونه. هتل‌هایی که هنوزم فعالن، مهمون میپذیرن، ولی اگه بدونی قبلا تو اون اتاقا چه اتفاقایی افتاده، قسم میخورم جرأت نمیکنی پات دیگه اونجا بذاری. بعضیا میگن اینجور جاها تسخیر شدن، بعضیا میگن روحایی که تو این اتاقا مردن هنوزم اونجا و آروم نمیگیرن. اونا فقط میخوان دیده بشن، شنیده بشن، اما بعضی وقتا دیدن و شنیدن قیمتی داره. توی این قسمت میخوام دستتو بگیرم و ببرم جایی که کمتر کسی جرأت کرده شب اونجا بمونه. هتل استنلی، جایی که پشت ظاهر شیک و شکیلش یه دنیای دیگه نفس میکشه. اگه عاشق قصه های مرموز و ترسناک هستی، تبریک میگم، چون اینجا همون جاییه که باید باشی. درود، من امیرم و اینجا کانال میردزماست، جایی که شب دیگه بهت اجازه خواب نمیده. علیرغم سال اولیه آروم شروع به کار این هتل، محبوبیت کتاب درخشش باعث به شهرت رسیدن هتل استنلی تو زمینه فعالیت‌های ماورایی شده و بعد از ساخت این فیلم تازه شروع کار هتل به حساب میاد. البته ناگفته نمونه که مالکای هتل از این فرصت استفاده کردن تا با به اشتراک گذاشتن تجربه‌های ماورایی مهمونا و بازیکننده‌ها رو بیش از پیش مجذوب کنن. خیلی از شوهای تلویزیونی معروف بررسی پدیده‌های ماورایی مثل شکارچیان ارواح و ماجراجویان ارواح هم چند باری مهمون این هتل بودن. ولی آیا این واقعیت که هتل استنلی اولین هتل کاملا برقی تو غرب میسیسیپی بود میتونه ارتباطی با تاریخ ترسناک و ننگین اون داشته باشه؟ برق و فعالیت‌های معنوی اغلب به هم مرتبط هستن و بسیاری معتقدن که ارواح استنلی همیشه اونجا بودن. دلیل هر چی که بود، مدت زیادی طول نکشید که اوضاع تو بهترین هتلی که غرب تا به حال به خودش دیده بود به هم ریخت و وارد دوره تاریک از زوال شد و مرده‌ها به این قلمرو حکومت می‌کردن. هتل استنلی محل رفت و آمد ارواح متعددیه. خیلی میگن به خاطر پورتالیه که بالای راه پله بزرگ معلقه. آینه‌های روبروی هم به ارواح اجازه میدن آزادانه وارد دنیای زنده ها بشن. این انرژی ارواح خیلی زیادی رو به این هتل متصل کرده. حتی اگه تو اینجا نمرده باشن، توی این گرداب فعالیت‌های شبحوار اشباح مهمونای سابق و چهره‌های دوست داشتنی و نگذاران هتل اشباح غیر دوستانه به هم می‌آمیزن. این صحنه ترسناک که فقط جسورترین جویندگان هیجان میتونن از پس اون بر بیان. نظریه دیگه اینه که سطوح بالای کوارتز مغناطیسی توی خاک باعث ایجاد ارواح میشه. این نظریه بعداً توسط انجمن تحقیقات ماورای کوه راکی رد شد. گرداب تنها نظریه‌ایه که حداقل تا حدودی اعتبار داره و استنلی رو به یک زمین بازی طیفی برای ارواح و اشباح فراوونش تبدیل کرده و دلیل دیگه برمیگرده به اینکه فلورا توی هتل گروه‌های معنوی تشکیل میداد و به جز مدیتیشن جلسات احضار هم برگزار می‌کردن. مرکز انرژی هتل جایی که همه چیز از اونجا شروع میشه. راهپله بزرگ وسط لابی نه فقط یه اثر معماری شاهکاره، بلکه معروف به گرداب. واسطه‌های روحی از سراسر دنیا میان و فقط واسه این که از این پورتال رد بشن. عکسای وجود داره که مسافرها به صورت تصادفی حضور ارواحی رو توی این راه پله ها ثبت کردن. تصور کن لابی تاریک، انعکاس نور روی نرده ها، صدای پای کسی که نیست، یه نسیم سرد. اینجا تونل ارتباطی بین دنیای زنده ها و مرده هاست. گفته میشه روی شیرینی پز توی تونل زیرزمینی هتل پرسه میزنه، همونطور که از بوی وسوسه انگیز و غیر قابل توزیع شیرینی‌های پخته شده که اغلب تو اونجا گزارش میشه مشهوده. همونطور که قبلا گفتیم کل هتل روی یه قلب سنگ تصادفی بنا شده و بیشترین وزن رو تحمل میکنه. کارشناسا میگن اگه این تخته چوبی که روی این قلب سنگ قرار گرفته آسیب ببینه، کل هتل تبدیل به بزرگترین توده آوار توی استثمار میشه و قسمت ترسناک ترش اینه که اونجا بارها تصویر موجودی ماورایی ثبت شده. قبل از اینکه استیفن کینگ کتاب
گورستان حیوانات خونگی رو بنویسه، یک قبرستون واقعی برای حیوانات خونگی درست کنار هتل استنلی وجود داشت. 2 تا از حیوانات محبوبی که اونجا دفنن و هنوزم بعضی شبا اطراف هتل پرسه میزنن، یکیشون کسی یه سگ گلدن ریتریور که هنوزم دنبال روزنامه است و گاهی حتی صدای پنجه‌هاش که در رو میخارونه شنیده میشه، و دومی کامانچی، یه گربه سفید پشمالی بامزه که شبا بی هوا جلوی مهمونا ظاهر میشه. خیلی از مهمونا بعدا از اتاق 217 که قبلا بهش اشاره کرده بودیم گفتن. خانم الیزابت ویلسون سرخدمتکار قدیمی هتل یکی از ارواحی بود که اسمش خیلی تکرار میشد. خیلی‌ها میگن هنوز همونجاست. گزارش‌ها از مهمونا هست که میگن وقتی شب خوابیدن احساس میکنن یه چیز داره پتو رو میکشه بالا، انگار یکی داره با دقت روشون رو میپوشونه. بعضی دیدن چراغا روشن و خاموش میشن حتی بدون اینکه دست به کلید بخوره. یکی گفته بود صدای نفس کشیدن از داخل کمد شنیده ولی درکی باز شده فقط رد بوی پودر قدیمی و تو هوا مونده. وسایل خود به خود جابجا میشن. یه شایعی هست که میگه اون از کسایی که با کش میرن روی تخت متنفره. وای خدای من، یاد نانی توی فیلم کنتاکوله همون قلعه هزار هردک خودمون افتادم. من عاشق شخصیت ایگو بودم. اگه دوست داشتین تا یه ویدیو هم در مورد اون بسازم و کامل بررسیش کنم یا هر پیشنهاد دیگه ای داشتین کافیه توی کامنت ها بنویسین تا در موردش ویدیو بسازم. این واسه بقیه ماجرا. از این اتاق که بگذریم تازه میرسیم به طبقه 4. تا حالا هر چی گفتیم یه طرف، طبقه 4 هتل استنلی یه چیز دیگه است. قدیما طبقه 4 انبار زیر شیلبونی بود، مخصوص زمستونا که هتل تعطیل شد. بعداً بازسازی شد، اول واسه کارمندای زن و بچه هاشون، بعدش هم تبدیلش کردن به سویتای مهمون. اما الان این طبقه به خونه ارواح بچه ها تبدیل شده. نیمه شبا صدای دویدن بچه ها تو راه رو میپیچه، صدای خنده های بی‌دلیل، درها خود به خود باز و بسته میشن، لباسا قیب میشن و بعد از چند ساعت تا شده و مرتب میرن توی کوهش آب. مردم میگن این چروتبی بچه هایی که هیچ وقت بزرگ نشدن. مهمونه واسه ارواح کوچولو آب نبات چوبی میذارن. فرداش آب نبات ها تو جاهایی پیدا میشن که دست آدم نمیرسه. یک گوشه سقف، پشت پرده، توی کمد قفل شده. حتی بعضی دیدن که رد پاهای کوچیکی روی فرش مونده اما کسی اونجا. ترسناکترین اتاقا تو همین طبقه. اتاق 401 خشن‌ترین اتاق هتل. خیلی میگن ترسناکترین اتاق کل هتل استنلی همینجاست. یه مرد بد اخلاق و آزارگر اونجاست. زنایی بودن که گفتن وقتی داشتن تو کمد دنبال لباس میگشتن یکی لمسشون کرده ولی هیچ کسی اونجا نبوده. یکی دیگه میگه حلقه ازدواجش خود به خود از روی روشویی قل خورد و افتاد توی چاه. خب صاحب قدیمی زمین لورد دانریون خیلی‌ها میگن که هنوز هم همونجاست. دوست داره کنار در همون وایسته، چراغ اونجا رو مدام روشن و خاموش کنه، مخصوصا وقتی کسی ازش خواهش میکنه که روشن بشه. اما اونایی که تو اون اتاق موندن صدای مکرر آسانسور رو میشنون که ظاهرا کسی از اون استفاده نمیکرده ولی انگار ارواح داشتن بالا پایین میرفتن. اتاق 407 تختی که خودش نفس میکشه. خیلی‌ها تو این اتاق گفتن حس کردن که پشتشون تو تخت خوابیده. چراغ که روشن کردن فقط یه فرو رفتگی تو رو تختی مونده بوده، انگار کسی تازه از جاش بلند شده. این اتاق هم به لورد دانریون نسبت داده میشه، همون مرد ایرلندی بد اخلاق و تیز و خشنی که چراغا رو چشمک زن میکنه، موها رو میکشه و از گوشه های اتاق بی صدا خیره میشه. اتاق 418 صدای خنده وقتی هیچ بچه اونجا نیست. خدمه نظافت این اتاق میگن بارها صداهایی از داخل اتاق شنیدن. وقتی اتاق کاملا خالی بوده، روی تخت نشونه‌هایی از خوابیدن کسی هست ولی هیچ کسی اونجا نرفته. مهمونا شبا میگن صدای بازی بچه‌ها از راه میاد، جیغ و خنده و بدو ولی توی لیست مهمونا هیچ بچه‌ای ثبت نشده بوده. اتاق 428
کاوبوی تنهایی که هنوز نگهبانی میده. هیچ اتاقی بالای 428 نیست، اما بازم مهمونا میگن صداهای اسقف میاد، انگار کسی داره قدم میزنه یا وسایل رو جابجا میکنه. اما عجیبترش اینه که یک کاوبوی تنها که شبا گوشه اتاق ظاهر میشه، یا بدتر بالای تخت وای میسته و زل میزنه بهت. بعضیا میگن اون کاوبوی همون جیم راکی مانتین نوجنته، یه یاغی وحشی با نصف صورت داغون شده از دعوا با خرس که آخرش توسط دانریون تیربارون شد. اون مرد کوهستانی الان شبا با بوی باروت و زخمای کهنه توی اتاق قدم میزنه و مخصوصا از خانم‌ها خوشش میاد. فکر کن رفتی هتل شب خسته از بیرون برگشتی، میخوای دوش بگیری و بخوابی تا حسابی خستگی از تنت بره. اولش که از در میای توی راهروی مخوف صدای بچه میاد ولی هیچ کسی نیست. بعدش میره توی اتاق و میخوای دوش بگیری، یه چیز ماورای کنار در حمومه. بعد با تمام جرأتت میری توی حموم و همین که موهات شامپو زدی چراغا خود به خود خاموش و روشن میشن. از تر چشات و نبستی و شامپو رفته تو چشات، از سوزش احساس میکنی هر آن ممکنه کور بشی. خلاصه میای بیرون و میخوای بخوابی، باز چراغا خاموش و روشن میشه. میگی بابا من فقط یه شب اینجا، چتونه اون چراغ خاموش کن لطفا. این لطفا رو حتما باید بگی، میدونی که اونا خیلی مؤدبن. بگذاریم. دلش برات میسوزه و خاموشش میکنه. همین که چشات میخواد گرم بشه، صدای آسانسور لعنتی که هی میره و میاد، باز و بسته میشه، در میاد. خوابت که عمیق میشه، یه پویی نصف شب با احساس سایه روی سرت از خواب میپری و برق که روشن میکنی میبینی هیچ کسی نیست. فقط انگاری کنار تختی که نشسته باشه رفته پایین. تازه از حس لمس شدن و کشیدن یهویی مو اینا بگذاریم. بعد جالبترش اینه که برای این اتاق اگه بخوای توی شب هالووین مثلا رزروش کنی، باید 1-2 سال حداقل صرف کنی و حداقل چند هزار دلار هم بابتش پول بدی. تازه بعدش هم دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی و هزینه‌های تراپی هم که بماند. میگن فیلن استنلی، فلورا استنلی حتی بعد از مرگم عشقشون به این هتل از بین نرفته. فلورا عاشق موسیقی و پیانو بود و سالن کنسرتی که واسش ساختن تبدیل شد به محبوب ترین جا. آخر شبا صدای پیانوی اون روی صحنه شنیده میشه، ملودی‌هایی که آروم شروع میشن اما یه چیزی توش هست، یه حسی ترسناک، یه ناله از دنیای دیگه. خیلیا گفتن وقتی کسی سعی کرده بدون اجازه پیانو بزنه روکشش گیر کرده به انگشتاشون. انگار فلورا نمیخواد کسی لمسش کنه. از سال 2000 که سالن رو بازسازی کردن این فعالیت ها بیشتر هم شده. میگن این ارواح خود این روح خود فلوراست که هنوزم داره تلاش میکنه حال هوای قدیمی هتل رو زنده نگه داره. فرلن هم بیشتر توی انعکاس آینه ها یا حتی توی نقش پرچم آمریکا که به هتل هدیه داده شده پیدا میشه. اما سالن کنسرت فقط واسه فلورا نیست. لوسی دختریه که داستان زندگیش خیلی ها نمیدونن. سال 1995 درست وقتی هتل داشت از هم میپاشید و برای فروش گذاشته شده بود، لوسی توی سالن کنسرت پناه گرفته بود. اونجا سوراخی توی سقف بود که آسمون دیده میشد. کنارش 2 روح دیگه هم هستن. پاول مرد تعمیراتی که یه شب زمستونی وقتی داشت برف بارون میکرد دچار حمله قلبی شد و تو مسیر بیمارستان جون داد. از اون موقع روح شبا مخصوصا بعد از ساعت 11 لحظه‌ای که مرد توی سالن کنسرت میچرخه و سر مهمونا داد میزنه تموم شد، تعجیل کنید. و ادوارد ملقب به ادی بدگو، مردی بد اخلاق و مرموز که صدای جیغش از سالن کنسرت شنیده میشه. حتی زنده‌ش هم مردم دوستش نداشتن، روحش که دیگه هیچی. خلاصه که سالن کنسرت شده خونه همشون، ولی ماجرا هنوز تموم نشده. عکسای ثبت شده از اینکه یکی داره موسیقی میزنه و روح‌هایی توی سالن دارن از این ضیافت لذت میبرن. یخدان جایی برای نگهداری ارواح و چیزهای بدتر. قبل از اینکه هتل استنلی یخچال‌های برقی داشته باشه، یه ساختمان جدا واسه نگهداری بلوک‌های یخ ساخته بودن. امروزه این یخدان تبدیل شده به موزه، اما نه یه موزه معمولی. که این موزه ماشین‌های بخار قدیمی استنلی نگهداری میشن، همون استنلی استریمرها.
اما موضوع ترسناک‌تر اینه که 2 تا روح هم توی همین نقطه زندگی میکنن. یکیشون بیلیه، یه بچه خجالتی که صورتش گاهی تو عکس‌ها خیلی محو دیده میشه، اما یکی دیگه هنوز هویتش معلوم نیست، ولی بعضی از بازدیدکننده ها میگن احساس کردن از پشت گردنشون نفس میکشیده. مرد یخزده الهام بخش فستیوال کاملا واقعی. یکی از مهمترین ماجراهای مربوط به هتل مرد یخزده است. داستان از این قراره برودو مرسفل یه مرد نروژی بود که سال 1989 تو نروژ بود، ولی جسدش رو مثل یه آزمایش علمی به صورت برودوژنیک، یعنی تو شرایط کاملا یخزده داخل انبار توی شهرک ندرلند کمی پایین‌تر از استنلی نگهداری کردن. هر 2 هفته یه گروه داوطلب میرن و اونجا و بیش از 1000 پوند یخ خشک میبرن بالای کوه تا جسدش رو تازه نگه دارن. درست مثل داستان علمی تخیلی ولی واقعیه. نوه مرسل تریگوباول به مدت توی هتل استنلی زندگی میکرد و باور داشت که شاید یه روزی پزشکای آینده بتونن پدر بزرگش رو دوباره زنده کنن. ماجرا اونقدر عجیب شد که تبدیل به یه فستیوال شد، Frozen Dead Guy Days. هر سال حدود 184,000 نفر تا به جسد منجمد یه مرد مرده ادای احترام کنن و کنار یه سری یخ جشن بگیرن. جیمز آروود رئیس بنیاد طول عمر آلکورت آریزونا میگه که این ماجرا تو بدترین حالت فقط یه نوع خاصی از دفنه، ولی خیلی باور دارن که ارتباط عجیب بین یخ، مرگ و ارواح هست، یه چیزی که اینجا توی استنلی خیلی بیشتر از یه نظریه ترسناک به نظر میرسه. یه سری از مهمونای معروفی که توی هتل اقامت کردن شامل ریشفروم، امپراتور ژاپن، امپراتور آکیهیکو و خانواده‌اش، استیون کینگ، جیم کری، بازیگرای مینی سریال درخشش مثل ربکا مورنی و خیلیای دیگه شدن. همه‌شون وقتی رفتن یه چیز با خودشون بردن، یه خاطره از چیزی که نمیشه توضیحش داد. صدای پیانوی فلورا که هنوز تو گوشه سالن میپیچه. تمام سالن کنسرت، راه پله گرداب، زیرزمین، یخدان، همه‌شون بخشی از این موجود زندن، موجودی که با ارواح تغذیه میکنه. هتل استنلی فقط یه جای اقامت نیست، یه جعبه پاندوراست که وقتی باز بشه تا همیشه باهات میمونه. و حالا که داستان تموم کردیم فقط یه سوال میمونه، هتلی توی ایران رو میشناسین که مثل هتل استنلی اینقدر تصویر شده باشه؟ خب امیدوارم که ویدیو براتون جذاب بوده باشه. اگه از این نصف ویدیوها خوشتون میاد پیشنهاد میکنم یه سری به لینک این بالا گوشه سمت راست تصویر میذارم بزنید. اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا نفر اولی باشین که از ویدیوهای بعدی مطلع میشه. همینطور اگه پیشنهادی برای موضوع یا بهتر شدن کانال دارین خوشحال میشم که توی کامنت ها با من در میون بذارین. راستی لایک فراموشتون نشه و امیدوارم همیشه چشاتون بخنده. تا ویدیو بعدی، بدرود.